ساعت رو نگاه کن، 2:30 شب میگن صبح میگن نمیدونم. همین الانم مهمونی اومدیم، قیافم شبیه تریاکیا شده، چشام داره میره اصلا. ببین من دیگه خسته نیستم، من پارم. اولش میخواستم برم همینجوری بخوابم چون اصلا حوصله روتین پوستی اینا نداشتم. چقدر صدام ددی شد، بیبی درینک نزنی داشتم میگفتم. بعد یادم افتاد که اینو دارم، این اندازه 10 تا مسئول پوستیه بچه‌ها، این خیلی خفنه. با همین صورتامو میشورم، بعدش هم میرم لالا میکنم. اگه میبینید چشام اینجوریه، سر اینه که این نور رینگ لایت داره اذیتم میکنه و شبیه موش کور شدم. بچه این روغن خیلی خفنه، کلی فایده داره، آرایش هم که یه جوری پاک میکنه که اصلا نگم برات. اینجا هم داشتم سعی میکردم خودم رو شبیه پاندا کنم. آره برم صورتمو با آب داغ بشورم و تمام، شبیه عمو فیروز شدم. پوستم داره نفس میکشه، یعنی ببین این همه ساعت میکاپ رو صورتم دادم، واقعا خیلی حالم بهتره. همش هم مدیون ایشونم که خیلی دوستش دارم، واقعا چندین بار تا الان شارژش کردم. ببین میکاپو میزنه از ریشه پاک میکنه، کلی فایده دیگه هم داره. حالا تو کامنت ها واسهتون پین کردم، حتما اینو دختر رو بگیرید، خیلی خوبه، خیلی واقعا واجبه برای هر دختری. همیشه از لاپیس شاپ من میگیرم، پیجشون تو کپشن تگ شده، کلی مسئول خفن دارن، هی هم تخفیف میذارن، خیلی خوبه پیجشون. آره دیگه فعلا من برم بخوابم، بوس به همتون، فعلا.